وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. یاد کو زمانی را که گفت موسی علیه السلام از برای قوم خود ان الله یأمرکم، بدون شک الله متعال یأمر امر میکند کم شما را ان تذبحوا بقره، این که ذبح بکنین حلال بکنین بقرتن یک گوی را. قالوا اینا گفتن اتتخذنا هزوا، آیا تو میگیری ما را مسخره؟ که ما مسخره میکنی چی؟ ریشخند میزنی ما را. قال اعوذ بالله، گفت موسی علیه السلام پناه میخوایم به الله ان اکون من الجاهلین، این که شما جمله جاهلا. این مسخره کردن کار جاهلاست. من میگم گاو ذبح کنید، شما میگین که مسخره میکنی ما را. خب آمدیم در دیگه بخش شروع شد. خب در اینجا الله یک واقعه را یاد میکنه. در آیت قبلی قبایل یهود بیان کرد که عهد خدا نشکستان، تجاوز کردن در روز شنبه، تمردشان در تطبیق شریعت بیان کرد. حال الله یک قباحت دیگه از اینا را بیان میکنه که مخالفتشان به امرای انبیا، تکذیب کردن انبیا را، حکم الله را زود عمل نمیکردن. نبی برش گفت که الله میگه گاو بکش، این میگه که مسخره میکنی چرا بکشم؟ حالا میگم گاو بکش، تو گپ میزنی. فلسفه گفت نعمتش چیست، چرا چطور چنان. باز دیگه لجاجتشان، عنادشان و دیگه بیادبیشان که پیامبر مثلا میگه ان الله یأمرکم، الله شما را امر میکنه، نگفته که من میگم که گاو بکشین. این میگه که مسخره ریشخند میزنی که ما اتتخذنا هزوا. در این ارتباط یک واقعی از این چی است؟ ابن ابی حاتم از عبیده سلمانی روایت میکنه کان رجل من بنی اسرائیل عقیما، میگه یک مرد از بنی اسرائیل عقیم بود. عقیم که شند و نازا، اولاد لا یولد له، اولاد نمی آمد برش. و کان له مال کثیر، بسیار مال داشت، زن میگرفت یک تا دو تا سه تا، هیچ اولاد نشد. زن گرفت هیچ. یکم دفعه مردا خودشان مشکل داره، خب خدا با تداوی نمیکنن، زن میگن که باش ببرم تو را تداوی کنم. خب که میکنه تداوی، اگر جورم بگوید دکتر پیسه میده که بگوی جور نیست، او میگه جور نیست ولی میزند. خب بازی گفت که گفت میگه زن دو مقام شب خودی خدای تداوی نمیکنه. حالا زن میگیری و بیچاره را شن میکشه. خب که تو حکیم هستی، نگوی گفت خودت نداری چیزی برش بگو که گناه از خودم است. اگر که تو من میشینی از من خود چیز نمیشه، بیشی نمیشینی، اولاد خوش داری که یک طلاق تبتون برو یک تا دیگه بگی. اگر با انصاف هستی کار بکو. اکثر مشکلات اولاد در مرد می باشه. خب در زن هم هست کم است، زیادش در مرد هست. بازی ها زن ها را میگن که میگن کلیتا بخوری چیز خراب هستی، یک تا اولاد نشد در خانیم. نه همین خوشوش دیگه. او بیچاره نمیگه که بچه هزی نقصان داره، بچه عقیم است، همین زن دیگه سرش چی کرده. میگه بسیار پای خراب داشتی. و کان ابن اخیه وارثو، بچه کاکای ازی وارثش بود. این اگه صبر میکرد این میمرد، مالش میگرفت، اما این بی صبری کرد، این را میکشه. هدفش است که بمره میراثش بگیره. برادرزاده خیز کاکا را کشت. این خود دیگه هیچ وارثه نداره، نه وارثش این آدم است. وقتی که کشتش بازی را شب برد در پشت خانه این نفر انداخت، سر از او انداخت و فیره تو کشتی دیت شبته تاوان شد. یعنی این تو حریص آدم بوده. خب اگر نه خودت کشتی در چقوری میپرتافتی، مالش هم میگرفتی. الله که رسوایش میکنه در خانه پشت خانه یک نفر دیگه انداخت، کشتن خودش کرده. صبح صبح که شد دعوا کرد با بالایشان که نفر آن کاکای ما کشته، نه ظالما بگردین کجاست؟ از پشت خانه فلانی پیدا کرد، تو کشتی را. او گفت من نکشتیم. این جنجال شد، دو قومی هم سلا گرفت و هم سلا گرفت، قریب جنگ شوا. می فقال ذره منهم، یک عقلمند دانشمندش بود، و نوها گفت حالا ما یقتل بعضنا بعض، چرا جنگ کنیم بعض ما با بعض دیگر؟ هذا رسول الله فیکم، این رسول الله موسی علیه السلام در بینتان است، برین که مشکل حل کنه. پیش موسی علیه السلام که آمد، الله متعال ای به الله پیش کرد که الله تو جنجال است، چی کنیم؟ قاتل شد تو پیدا شد. خب پیش موسی آمدن که نفر کشته شده
قاتل معلوم نیست، شاید هم نیست، چطور شد؟ این ادعا کرده که ای کشته. موسی علیه السلام به الله پیش میکنه، الله متعال جواب میده که بگو یک گاو بکشین. این گاو که کشتین باز ما براتون میگم که چی گپ است. خب اکثر مفسرین میگن نگفت برشان که چی گپ میشه. محققین مفسرین میگن اینا گاو چرا وقتی که موسی علیه السلام گفت الله امر میکنه گاو بکشین، اینا به یخی دیگه تکان خوردن. چرا؟ به خاطر که اینا گاو که گوساله جنس گاو است او را عبادت کرده بودن یا گاو خدا میدانستند. خب گاو بسیار احترام میکردن، اما عظمت گوساله در قلبشان بود. گاو مثل که این دعا است، نه؟ یک گاو میگه سر سرک استاد میشه، 1000 موتر استاده. خدا میگه سر سرک استاد از غرضش نگیرید. گاو خدا میگن. انسان که بیعقل شوه گاو میگه، ما شما میگیم بیعقل گاو. این که گاو عبادت کنه هیچ خبی بیعقل است، نه؟ هزی که آدم بیعقل جاهل میگه یک دانه گاو سر سرک استاد میشه، کلگی میگه که خدا استاد از غرض نگیر. موترا استاده تا که خودش نره کسی شور نمیخوره. اینا هم چون که ما شما خواندیم که و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجله، گوساله را شما اله جور کردین. امی عظمت گاو در قلب از اینا بود. الله متعال خواست که امی معبود از اینا توهین شود، معبودشان که گاو است پیش رویشان کشته شود و اینا بفهمن که گاو خدا نیست. مثلا یکم طوره که میگیم دمی عقیده توحید میاد قبر پرست باشنه، قبر بسیار چی کنه، از درخت میترسنه، از او گنبز میترسه، از این بیرقایی که سر قبر است میترسه. بگویم موحد شدی، بگو یا بگویم بگیر دیگه میتواره برو همی درخت زیارت ادریشه بکش. چی گفتی؟ دیگه میگم دیگه اینمی درخت تورکاری نکنی نمیشه. تا درخت که تورکاری کردی عقیدت محکم میشه. نه میگه نکو ریشخند میزنی سر من. یا چون که گوساله را عبادت کرده بودن گفت که گاو بکشین، یا گفت نکو ریشخند میزنی سر ما این را عبادت کردیم تو میگی را بکشین. اینی طور گپ بود. خب ما بسیار کسا را دیدیم که همی تو بوده که گفتیم براییم درخت زیارت ده یا چوبش بالا کو همو لطایش ایسو بیار درش بته، میگه نکو کدام ضرر میرسانه. خب گفتیم خیلی عقیده تو صحیح نشده دیگه، هنوز هم میگی که ضرر میرسانه و نفع میرسانه. یکم تا میگه بلدوزر زور زد چند دانه آینش میده شد، هیچ نمور شور داده نتانست. یک گپای میزنه. حمزه سید الشهداست. هند کافر آمد جگرش پاره کرد، قلبش کشید، چک زد، دندان خورد تو نشد که او باید مزامو زیر لنگایش میگرفت، نه نفسش میکشید. حالا چرا حمزه اونجا آهن نشد؟ نه یک انسان از بین میبرد، بلدوزر نه میگه بلدوزر ولی چند بلدوزر خراب شد. دیگم جای سرک هست اونجا زیارت هست، چرا میگه گیر دیز بزنی خراب میشه، میموری، ای تو میشه او تو میشه. دروغ است کلش. من گفتم با من اجازه بده، ناجت بلدوزر نیست. این اصلا که اگه انتقالش ندادم شو اجازه بده صبح بیاین، این چیز نیست، این جای دیگه است. شو تو انتقال میده دستش خلاص. در یک ولایت رفتم، یک جای چشمه است، کل ماهیا پر است. این ماهیا کیست؟ گفتم اون از اون دوست خداست. خندیم گرفت، گفتم اون مرده است یا زنده؟ گفت والا ما چون نه، گفتم مرده چی زیر زمین است یا سر زمین؟ حالا میگه نه زیر زمین خواهد مرده یا زنده است؟ میگه ما چون زیر زمین میگه نه مرده. گفتم مرده و آدم. گفتم از اون دوست خدا میخوره از این ماهیا چی میکنه؟ گفت حالا از همون جن توجه دارم، میگن از همون دست بزنی کدام ضرر برات میرسه. حالا خب مرده. گفتم خب ماهی نمیخوره، ماهی خواهد زیر زمین نمیره، دادان از اون پخته شو و داخل شو. گفتم بیارین من میگیرم. حالا گفت پشین که با خدای قریه زیر زمین میشه چی؟ گفتم نه من میکشم. یک چیز انداختیم کشیدیم بردیم در دیگ پخته کردیم. گفتن حال میمونه دانش خون سر میکنه فردا چیز نشد، جور تیار.
گفتم اینا لای مایا را به ما پخته کرده برین، یک چند روز میمان تا نستم. گفتن این چرا تو نشد؟ جمع شدن چی میگه؟ یه عقیدهش خرابه. گفتم خوب است. میگه عقیده ازی خرابه، سر ازی تاثیر نمیکنه. بسیار عقیده ازی خراب بوده. من گفتم خوب از عقیده من خراب است، همین مایای زیارت کفترای شاید و شمشیره را میال میدز دی میکشه. یک رفیق ما گفتم برو بیار، بعد رفته بود یا 60 تا را در بوجی پر کرده بود، ذبح کرده بود، آوردش همین دوران حکومت سابقه بود. با ذبح همه کردیم. گفتن چی کردیم و زیارت نفرش؟ گفتم کشتیم خوردیم. چیز نشد تان؟ گفتم نه. والا شما ما چه عقیده دارید؟ ما عقیده ما توحید است. این میال کفتر زیارت کسی غرض گرفته میتونه تو کفتر زیارت. اینجا اگر که بعضیا گفته که خوب وقتی که گو ذبح شد اینا دیدن که خدا یا جنجال میکنن چطور است فلسفه چه قسم رنگش چیزی بانجویی کردن، چون که نمیخواستن نه کارشان. اصل علتش همی بوده. محققین علما امیره میگه یکم تا دیگه از پیش خود یکم گپ میزند. و از قال موسی لقومه، وقتی که گفت موسی علیه السلام برای قوم خود ان الله یأمرکم بدون شک، الله امر میکند شما را، دید سه تاکید است، ان تذبحوا بقره، این که ذبح کنین حلال کنین یک گوی را، بقرتن نکره، یک گوی هر گوی که بیارین ذبحش کنین. قالوا اینا گفتن یهودیا اتتخذنا هزوا، آیا تو میگیری ما را مسخره؟ مسخره استهزاء میکنی، مذاق میکنی، کتی ما نکو مذاق. قال گفت موسی علیه السلام اعوذ بالله هل تجوب الی الله، پناه میخوایم به الله، ان اکون من الجاهلین، یکی شام از جمله کسایی که استهزاء میکنن جاهل است. استهزاء و مسخره سر کسی کار جاهل است، نکنین. بسیار چی است، یکم تا را ببینی سر یکم تا استهزاء میکنه. میگه یادم بسیار جالبه است، قواره زیر سایکو، چشمای زیر سایکو، بینی زیر چی قسم است، عجیبه. سرش خنده میکنه. نه قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی، قالوا اینا گفتن ادعو دعا بکو ای موسی برای ما ربک از ربت، یبین لنا که بیان بکند برای ما ماهی که چه قسم گاو است، چند ساله است. اون موسی علیه السلام گفت یک گاو ذبح کنین، حالا دلشان نیست چند ساله باشه یعنی پیر باشه جوان، هدفشان نیست. قال گفت موسی علیه السلام انه یقول، بدون شک الله میگوید انها بقرة، همین گاو یک گاوی است، لا فارض که نه پیر است، ولا بکر نه بسیار جوان، اوان بین ذلک درمیان است. همین گاوی را که عبادت کردن گوش ساله همین قسم بود، هم مثلشان نگفت علم قسم، یا دیدن که والا وضعیت خراب ما خمیر عبادت کردیم. فافعلوا ما تؤمرون، انجام بتین آن چیزی که امر شدین، با آنچه که مأمور هستین امور انجام بتین. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، خب اینجا قالوا گفتن اینا ادعو طلب بکو از برای ما ای موسی. موسی را میگن ما از ربت که بیان کنه که چی است، یعنی صفتش چیست، چند ساله است، پیر جوان است. قال انا یقول، گفت که الله میگوید انها بقره، همی بقره یک گوی است، لا فارض، فارض چرا میگه، لا کبیرتون حرمتون، یعنی بزرگی که پیر باشه نیست، گو پیر نیست، وجگو میگن چی میگن، ولا بکرون و نه کوچک است که نر کتش یک جای نشده باشه، گو نر درمیان است. اوان بین ذالک، اوان درمیان است، در بین وسط است، بین ذالک در بین می کلان و خور، در بین کلان بیخی همی تو جوان است، مثل که 40 ساله باشی نی، 40 ساله و جوانی، نه 60 ساله است نه 30 و 35 40 است، بیخی درمیان است، میان سال. فافعلوا ما تؤمرون، انجام بتین آن چیزی که مأمور هستین، بکنین کار که امر شده، آنچه که امر کرده شما را ربتان، ولا تتعنتوا، و تعنت سرکشی نکنین، سختی نکنین، الله سرتان سخت. اینجا موسی علیه چی میگه؟ همون چیزی که مأمور هستین بکنین، دیگه سوال نکنین. یا با سوال کردن. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. قالوا اینا گفتن چی گفتن؟
ادعو دعا بخواه طلب بکو ای موسی لنا از برای ما ربک از ربت یبین که بیان بکنه ای رب لنا از برای ما لونها رنگ از چیز سیاه سفید است یا گوی را که عبادت کرده بودن میفتن باش که چین زرد بود حال موسی علیه السلام میگه زرد است حالا مسیحا را که ببینین کل چیزایشون زرد است نه تانگا و همه چیز زرد قال گفت موسی انه یقول بدون شک الله می فرماید انها بقرتون این گوی صفرا و زرد است فاقع اللونا بسیار تیز است رنگش بسیار جذاب است تسر الناظرین خوشحال میکنه نظر کننده را که ببینی خوشحال میکنه حالا دیگه سوال کردن که رنگش چی سفید است سیاه است چیست موسی علیه السلام میگه بقرتون صفرا و شدید الصفرا فاقع یعنی بسیار زردیش تیز است هر کسی که ببینه خوش میشه حالا خلاص دیگه بگیرین شروع کنین یا دیگه سوال میکنن نه میگه یک سوال دیگه هم داریم نگفتن که یک تا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون قالوا گفتن دعا بخواه طلب کو از برای ما از ربت بیان کن از برای ما ماهیه چه قسم گاوسی کار کده نکده زمین قلبه کده نکده گاو باشه کار نکنه فلسفه است دیگه نه گفته برو هدفش چیست که می حکم عملی نشه هدفشون چی است می حکم عملی نشه این البقره حالا که میگن این قربانی قرآن شام قبولش داریم ولی قرن 21 است در این قرن نمیشه که تطبیق شود زمانش فرق میکنه قالوا ادع لنا اینا گفتن که بیان کن برای ما کی چی کار کده نکده ماهی اگر که ماهی از حقیقت یک چی سوال میشه اینجا هدفشان حقیقت نیست ان البقره تشابه علینا بدون شک این گاو گروت شده به بالای ما گروت شد چی معنا یعنی هم گاو زرد این خود زیاد است گاو زرد جوان هم باشه دیگه بگو که کار کده نکده و انا ان شاء الله لمهتدون بدون شک اگر الله بخواد ما به هدایت میشیم اینی گپا گفتن اگر این گپا نمی گفتن الله دیگه سوال جواب ادامه می داشت خب و اینا در عذاب گرفتار بودن یا می خواستن که همین کار نشه الله میگه نه شما باید این کار بکنید خب ادعو لنا ربک دیگه سوال میکنن از حالت بقره که سنش بفهمن رنگش دیگه صفتایش وقتی که گپا را فهمیدن حالا میگه تو گواه زیاد است دیگه چه قسم یک گوی را بگو که کار کرده باشه نکرده باشه اینجا در حدیث است که رسول الله صلی میگه که لو لم یقولوا ذلك لم يهتدوا علیها اگر اینا انشاءالله نمیگفتن هدایت نمیشدن قال موسی علیه السلام آل جواب میگه برشان چی میگه موسی علیه السلام جواب میگه که انه یقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث الله متعال می فرماید که یک گوی است لا ذلول که بسیار کار کننده نیست ذلیل نیست تثير الارض که قلبه کرده باشه زمین را ولا تسقي الحرث آب نداده زراعت را مسلمتون بیخال است بیداغ است لا شیء فیها این داغ نیست زرد خالص است قالوا اینا گفتن الان جئت بالحق الان فی الحال آمدی به حق یعنی پورا جواب فذبحوها ذبحش کردن و ما کادوا یفعلون نبودن که کار از قبل میکردن ذبح کردن ولی دلشان نبود میفهمینی زرد که است همون گوساله از چی جور شده بود پسان میخوانیم از زیورات قوم در صورت طه میاد از زیورات گوساله هم زرد بود طلا زرد است طلا را ذوب کرد گوساله جور کرد دانش طرف شمال مونده بود بغبغ میکرد گفت اینه اینمی خداست بین عبادت کن زرد گوساله الله متعال هم گفت همین زرد است گفت همون گوساله که عبادت کرده اونم هست اونم رو ذبح کنیم هیچ دل از اینا نبود دیگه هم در مصیبت گرفتار شد مثل که این نفر عقیدش خراب باشه در زیارت عاشقان عارفان 20 سال رفته باشه نه که با مایی بته و بته برش بگوی که گنبز همی عاشقان عارفان او سکو بگویش نه یه قبر عادی جورش کن بیرقایش او سپرد چه قبرش سخت است
یک زیارت دیگر خو میگه میگفتی نه نمیره، به خاطر که میجره تو چی میکردی؟ رفت آمد دمی زیاد بود. مردم مزار اگه بگو یک زیارت خراب کنین میگه کارت سخی را میکنیم یا کارت سخی در غزنی میریم، نه یعنی خود اینمی مزاره اینمی جمع گنبز نه امیر واسه کنین، اینجا چیزی نیست. نوشته کده آرامگاه حضرت علی، آرامگاه. من گفتم دروغ شاخدار که میگه نه شاخش بالا. حضرت علی در اینجا آمده، نه قبر نه دیگه هیچ، نه زنده نه مرده، هیچ نه آمده. در هیچ کتاب تاریخ نه از تشیع نه از تسنن وجود داره که حضرت علی اینجا آمده باشد. طیاره هم نداشت که پرواز کرده باشد، یک دفعه در کارت سخی تا شده باشد میگن پایگاهش است. باز از اینجا طیاره بالا شده باشد در مزار، از اینجا پس در عراق رفته باشد در کوفه. دار خلافش در کوفه بود. یا میگن حضرت علی دو پایگاه داره، یکیش دینمی سخی است، کارت سخی است، دیگهش میگه در مزار است. مزار نامشه مزار جای زیارت شریف میگه. یعنی اینجا من یک وقت رفتم در حکومت‌های سابقه، در اونجا داخل شدم، گفتم امی هستم اینجا از امو کسای خدمتگارایش. گفت نه. چیش هست؟ گفت مردم میگن پایگاهش هست. گفتم کی میگن؟ گفت این مردم میگن. این مردم نافهم بی سوادن، من چون معلوم ما نمیفهمیم در کدام کتاب است. گفتم که اینجا آمده. گفت ما هم نمیفهمیم. توجه شده؟ دیگه این مردم با واره که بگوی که مزاره چیز کو گنبد شویسو کو برای سخت تمام نکو میگه ایجا خب ما بسیار چی کردیم؟ آجات خدا خواستیم، بسیار با این عقیده داریم، دوستش داریم، و تو سر ما میره چی میکنی؟ الله متعال هم گفت اونمو گاو زرد که عبادتش کردین نه این داغ نداره، اونمو رضافه کنی. خود ترجمه تحت لفظی بود. یک بار دیگه سر ازی ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی. الله برش میگه که لیست هذه البقره مسخرتون، یعنی سر ازی کار نشده که قلبه شود لا ذلول ولا لسقایت زرعی، و نه اینکه زراعت آب بده. گوار اگه شما دیده باشین ای تو یک چیز جور میکنن عرق میگن نه، بازی گاو دور میخوره امو آوا کشیده میره و انداخته میره، تسقل هر سیره میگه ای تو کار گفت نکده. مسلمتون سالم است از عیب. عیب چی؟ یعنی داغ. لیس فیها لون آخر، دیگر رنگ نداره، لا شیط فیها، داغ نداره، که مخالف رنگ زرد باشه. زرد خالص کم گاو یافت میشه نه؟ میشه کم. قالو اینا گفتن الان جئت بالحق، امروز حق آل فعلا حق بیان کردی، یعنی بیان شافی که دیگه هیچ کدام گپ نیست. اینجا اینطور نیست که او بیان دیگه باطل بوده، هدفشان نیست که پورا بیان کامل بیان آل کردی با ما. باز الله خبر میته فذبحوها، ذبح کردن و نبودن که کار بکنن. در این باره مفسرین میگه اینا رفتن یک گاوی کمی تو زردوی کم بود در اونجا پیدا کردن، گفتن چند میفروشی؟ صاحبش گفت به اندازه همی وزنش طلا بیارین، به اندازه وزنش. یا دیگه سوال که کردن نه، یک گاو عادی بود به 20,000 هم میشد. وقتی که سوال کردن این گاو قیمتش هایت بعد تمام زیورات خدا را مجبور شدن ببرن بتن که این گاو بگیرن، بسیار با قیمت گذاف شد. مثل که اگام شاگردان ما امتحان میگیریم میگه استاد آیت ها را نوشته کنم یا ترجمه شد نه؟ ما خوشا مطلق گفتیم این سوال که کردیم میگه مذابت زیاد شد آیت ها نوشته کن. حالا آیت خون هم میتونه باز میگه یاد ندارم، داری یاد نداری هم آیت ها نوشته کن. چرا سوال کردی؟ همی سوال که کردی عذابت زیاد میشه. خب از رسول الله صلی الله علیه و گفت که ای ایها الناس حج البیت، بیت الله را حج کنید. یک کسی خیز گفت که اکل عام یا رسول الله، هر سال حج کنیم؟ پیامبر هم سکوت کرد، قار شد سرش. باز گفت آیا هر سال بکنیم یا در عمر یک دفعه؟ پیامبر هم سکوت کرد. سیوم مرتبه گفت، پیامبر هم سرش قار شد، گفت لو قلت نعم لوجبت، اگر میگفتم بله باید واجب میشد، ولما استطعتم، و شما توانایی نداشتین که هر سال برین حج بکنین. باز برشان میگه چیزی که براتون بیان کردم سوال نکن.
او نموتور است. چیزی که نگفتم بیان کردم او را عملی که نکردم او مطلق است با مو عمل کن. چرا سوال میکنیم؟ یعنی میگم سوالای بی جای خویم بی جای سوال کرد بسیار گناه داره. خب سوالای بی جای نکنیم. میگم تا بی جای سوال میکنم. و از قتلتم نفسا وقتی که شما کشتین یک نفس را فداراتم اختلاف کردین شما فیا درمی قاتل ازی والله مخرج ما کنتم تکتمون الله بیرون میکند آن چیزی را که شما پنهان میکردین. اینی واقعا با واقعا اکثر مفسرین میگن که اصل اینی واقعا مقدم است. اول در قوم بنی اسرائیل قتل صورت گرفت، قاتلش معلوم نبود، الله گفت ذبح کنید و باز پسان که اینا که گاو ذبح کردن قتل صورت گرفته بود. قتل که صورت گاو ذبح شده بود، گاو وجود داشت. وقتی قتل صورت گرفت گاو که ذبح شد عقیده از اینا خوب فهمیدن که ذبح کرد دید که خدا نیست، چیز کردن نمیتونه، زهر رساندن نمیتونه. دینمی وقت میگه قتل شد. قتل که شد الله گفت که تمی جز گاو بزنین خود امی انسان زنده میشه. اینا پسان عقیدهش صحیح شد که صحیح شد باز الله گفت که خیلی اینا که تمی گاو بزنین که مرده زنده میشه. قاتل خدا میگه وقتی که زدن مرده استاد شد گفت قاتل ما فلانی نیست، قاتل ما اونم برادرزاده فلانی است. پس مرد، خبر داد. این دوم بار است که الله مرده را زنده کردگی است و به مردم نشان داده. اینا سعی کنین. در اینجا بعض مفسرین میگن واقعا پیش شد باز گاو آمد، اگر گاو اول قتل شد باز این گاو بکشی و بزنی خب عقیدهشان چیز نمیشه. در حالی که تفسیر نصفی عقیدهشان رد نمیشه. مدارک نصفی در تفسیر مدارک میگه که الله حکم کرد که گاو ذبح کنن لیحون معبودهم تا که معبودشان توهین شود، ذلیل شود که خدا نیست. اما اگر اول گاو ذبح شده پسان قتل شد و کتیزی زدن اینجا عقیدهشان پخته است دیگه. مثل که رسول الله صلی الله علیه و آله در یک حدیث صحیح مسلم است میفرماید اول از زیارت منع کرده بود، نه مسلمان شده بودن مردم، گفت که زیارت نرین. زیارت چی؟ در قبرها نرین. نشوه که حالا شما قبرها را عبادت کنید، از بت پرستی خلاص شدین در قبر پرستی شروع نشه. وقتی که خوب عقیدهشان محکم شد باز الله متعال حکم کرد. چی گفت؟ رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که کنت نهیتکم من زیارت القبور فزوروها. من بودم قبلا منع کرده بودم شما را از رفتن به قبرها زیارت کردن. حال کس برین زیارت کنین. چرا؟ حکمتش چیست؟ ببینین قبرها را زیارت دیدن. فانها تذکر الموت، زیرا این مرگ به یادتان میارد. فانها تذکر الاخره، آخرت به یادتان میارد. اونجا قبر که دیدی سرش فکر کردی بسیار سرش سال تیر شده، انسان باز مرگ زیاد یادش بیاد قلبش نرم میشه، آخرت زیاد یادش بیاد عملش صحیح میشه. این اول عقیده مسلمانا صحیح نبود، ضعیف بود، الله رسول هم اجازه نداد. اینا عقیدهشون صحیح نبود، گفت گاو کشتن عقیده محکم شد، گفت اینا به می جزء می گاو بزنین مرده زنده میشه. که زنده شد دیگه و میفهمیدن که گاو خدا نیست. اون مواقع اصلی را بیان میکند. و از قتلتم نفسا، یاد که وقتی را که شما کشتین یهودیا یک شخص را، فداراتم تنازع کردین، شما اختلاف کردین، فیها در شأن زمی یک جماعت تومت سرزو میکرد دیگه سرزی. والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله بیرون میکند آشکارا میکند آن چیزی را که شما پنهان میکردین. فقلنا، پس ما گفتیم، اضربوا ببعضها، بزنین امی نفس را به بعضی از امی سیگو، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاته لعلكم تعقلون. امی قسم الله زنده میکند مرده را، نشان میده به شما دلایل قدرت خود را تا اینکه شما عقل فکر کنین و بفهمین و به قدرت الله فکر کنین. فقلنا، ما گفتیم که اضربوه، ای اضربوا القتیل. قتیل همی کسی که مرده، همی برادرزادشی را کشته، ای را بزنین. بچی؟ به بعضی ها، یعنی به شی میدن، به یک جزی از زمین گاو بزنین. حیات پیدا میکنه، از قاتل خبر میده. اینا که زدن بعد میگه کت دومش زدن، کت یک سیش زدن. كذلك يحيي الله الموتى، همین قسم الله زنده میکند مرده را. یعنی قسمی که این مرده که است،
این را زنده کرد، دیگه مردارم زنده میکند از قبرهایشان. و یوریکم آیاتی، دلایل قدرت خود الله بر شما نشان میده، لعلکم تعقلون، تا اینکه شما تتفکرون، فکر کنین و در این گپ به قدرت الله برسین که الله واحد است، شریک نداره، و بفهمین که الله به هر چیز قدرت داره. اینجا الله میخواست که همین قیامت هم به بعض از اینا نشان بده که اینی تو مردا دوباره زنده میشه، ایمانشان قوی شود. اگر که بعضی ها میگن در احتمالات است که وقلنا اضربوه، نفس از قتلتم نفسا، نفس مؤنث مایست، اضربوه میگه باید مؤنث می بود. باز علما نحوی ها میگن، کسای گرامر عربی را میفهمن، که ضمیر او راجع به سوی نفس است به اعتبار از اینکه شخص است، بزنین همی شخص را، شخص باید مذکر است. به بعضها دو احتمال داره، یک احتمالی که به بعضی سه گو، دیگه احتمالش است که به بعضها به بعض حسه همی خود همی انسان یک حسه دستش بگیرین در وجودش دین زنده میشه. و یک احتمال، ولی اکثر مفسرین میگه که به حسه گو بزنین، اگر که بعضی ها رو هم گفتگی است. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم، بعد از این سخت شد دلهای شما، من بعد ذلك، بعد از اینمی، بعد از چی؟ بعد از این که الله مرده را زنده کرد. فهی کالحجارة، پس این دل مثل سنگ شد، او اشد قسوه، یا سنگ هم کده زیاد سخت. چرا از سنگ کده سخت؟ و این من الحجارة، بخاطر که بعضی از سنگ ها لما، حتمی آن سنگ هایی است، یتفجرو، که خیز میزند، من وزمی سنگ الانهار، نهرها، و این منها، بدون شک بعضی از سنگ ها لما، آن سنگ هایی است، یشققو، شق و پاره میشه، فیخرج منه الماء، بیرون میشه از آب، و این منها، و بعض از این سنگ ها لما، آن سنگ های است، یهبطو، که میفتد، من خشیت الله، از ترس الله، و ما الله بغافل عما تعملون، نیست الله بخبر از او اعمالی که شما انجام میتین، عمل میکنین، انجام میتین. حال قباحتی مردم بیان میکنه که مردم های ظالم همین قدرت الله را دیدن، مرده زنده شد، ایوازی که ایمان بیارن، قبول کنن، توبه کنن، دیگه هم سرکشیشان زیاد شد. با چشمت ببینی مرده زنده شد، باز قبول نکنی. دل سخت شد، الله میگه سنگ کده سخت شد. دل انسان سنگ هم کده سخت میشه. ثم قست، یعنی بعد از این حالت، صلبت، سخت شد دلهای شما یهودیا، هیچ وعظ و نصیحت تاثیر نمیکنه. قلوبکم فهی کالحجارة، مثل سنگ شد، یا سنگ هم کده سخت، زیرا بعض سنگ ها است مثل آهن واری است. خب بعض سنگ ها مثل چی است؟ مثل آهن است. و این من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، الله دلیلش میگه بعضی از سنگ ها آن است که لما یتفجر، که جاری می شود، جریان پیدا می کند، منه از الانهار، و نهرها، نهرها می رود. این کدام بود؟ خیس می زند. اینا در زندگی خود دیدن امورا. خب و نمو سنگی بود که وقتی که موسی علیه السلام زد، خیس زد، نه 12 چشمه، و اینا دیدن. یعنی از سنگ آب بیرون میشه، اما شما هیچ. اشاره به سوی عزیز که بعضی قلب ها ای تو نرم میشه، مثل که از سنگ آب خیز میزنه، از چشم اشک جاری میشه. اینی قلب بسیار خوب قلب است. حقی که بیان کردی، چشم اشک جاری شد. این بسیار، این را دل نرم میگن. این دل رسول الله هم تعریف کرده. خب رسول الله هم میفرماید او چشمی که از ترس الله اشک بریزه، الله او را از آتش جهنم به بالای از او حرام کرده، که گناهیت یادت بیا اشکت بره. یکم تا میگه من هر حالت ببینم گریانم نمیگیره، نه
این دلش سخت است، این خدا باید اصلاح کنه، ایمان خدا قوی کرده برا. گناهیت یادت بیا، شب باید یاد کنی، روز گریانت بگیره، عشقت بریزه. میگه هر چیز ببینم میچ خوش میشه که مولای تو آدم است. بسیار این آدم بد آدم است. خب چشمت عشق بریزه، گناهیت یاد کن. 7 قسم گروه مردم در سایه عرش الله در روز قیامت. یکی شموس که ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، الله را تنها یاد میکنه، چشمش اشک جاری میشه. عثمان رضی الله عنه میگه در قبر که میامد آنقدر اشکش میریخت که ریشش تر میشد. میگفتن چرا گریان میکنی ای عثمان؟ میگفتی اولین منزل آخرت است، اگر میجه کامیاب شدی خوب، اگر نشدی. اینجا میگه فال سوال میشه، من ربک و ما دینک و من نبیک. اگر می سوالا رو اینجا جواب داد نداد حالتش خراب است. من مرگ یاد کردن قلب نرم میکنه. قرآن بخوانی معنایش بفهمی. انما المؤمنون، مؤمنون کسی است اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که الله یاد میشه، حکمش آیات بیان میشه، دلایشان میلرزه. تقشعر منه جلود الذین، کسایی که قرآن میخوانن پوستشان در حرکت میاد، یعنی قلبشان میلرزه، میترسه. و قلبی که خشیت و خوف الله دو نباشد، نرم نباشد، حکم الله بیان شد، تأثیر دو نکند، و قلب خطرناک است. رسول الله صلی الله علیه و آله از قسوة القلب پناه خواسته. اللهم اینی اعوذ بک من قسوة القلب. اینجا الله میگه چرا اصلا کده سخت شد؟ الله از تو قلب ما را نجات بده، خب از تو دلها، بخاطر که و این من الحجارت دلیل است. بعضی از سنگها لما آن سنگی یتفجر، جاری میشه از این نهرها، خیس میزنه. و این منها لما یشقق، بعضی از سنگها آن است که یشقق پاره میشه، فیخرج منه الماء، آب بیرون میشه، یعنی کم آب میاد، خب او تیز میاد. یا موال موسان کم آب آمد باز تیز شد. و این منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی سنگان است که میفته پاره پاره میشه از ترس الله، از سرای کو زیر میفته. حجاره میگه نرم میشه، دلام باید شوه. اما شما یهودی ها سرتان هیچ دلایتان نرم نشد، حق سرتان تأثیر نکن، بیان حق. مثل که الله در قرآن میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، میبینی که پاره پاره میشه. یا قرآن نازل کنیم با کوها، سنگهایش میفته. ما و شما ایمان ما قدمی درجه نشد، باید بفهمیم، تجدید کنیم، کار کنیم. و من الله بغافل عما تعملون، نیست الله به خبر از اعمالی که انجام میتین. یعنی الله شما را هر عملتان نوشته میشه، الله حاضر است، میبینه که چی میکنه. بعد از این الله متعال ایره میفرماید که دیگه قباحات یهود، دیگه قباحات چی بود؟ دلای از اینا سنگ کده سخت. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. افتطمعون، آیا شما طمع دارین، امید دارین، ان یؤمنوا، مسلمانان را الله میگه این که ایمان بیارن، این یهودی ها لکم، از جهت شما، برای شما. وقد کان فریق منهم، بدون شک بود یک جماعت از اینا، یسمعون کلام الله، میشنیدن کلام الله را، ثم یحرفونه، و بعد تحریف میکردن او را، من بعد ما قالوه، بعد از اینکه او را میفهمیدن، و هم یعلمون، در حالی که میدانستند، بعد از درک از او تحریف میکردن. اینجا الله تو میگه که در بین از اینا منافقین است و کسایی هستند که کلام الله را میشنون، خوب میفهمن و تغییرش میدن. این سختدل مردم خود زیاد است. فایده ای آیت است که مردمان سختدل بسیار زیاد است. این خواست سختدل خواست، ولی در بین از اونا، در بین ما و شما بسیار زیاد است. خب ولی در اینجا الله میفرماید که یک گروپ دیگه از اینا ای است که تحریف محرفین است. دو نوع تحریف میگه. تحریف چی را میگه؟ تغییره. چند نوع تغییرات اینا میدادن؟ دو نوع. یکیشی که تورات در زیرش دیگه چیز نوشته میکردن، لفظش تغییر میدادن.
مثل که و امرهم شورا بینهم، ما بگویم امرهم شوروی بینهم. نه شورا رسه که شوروی رسه که نه، لفظش تغییر داد، معنا رو تغییر میده. معنا را یک کسی گفت که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. او مردم، یک خطیب، یقین کنین ما شنیدم در تلویزیون، شنیدم گپ یک ملا را، گفت او مردم کافرها را کشتنش ناجایز است، نکشه کافر، هر کافری که است، خصوصا همین کافرهایی که در این ملک آمده، خب نکشیم؟ نه. اگر او ما را میکشم، نه نکشیم. چرا؟ گفت الله در قرآن میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هر کسی یک مؤمن قصدن کش، جایش در جهنم است، خالدن فیها، همیشه میماند در جهنم. و غضب الله علیه، غضب الله سبحانه عزی، و لعنه و لعنت الله سبحانه عزی، و عد له عذاب عظیما. الله عذاب بزرگ برای ازی تعیین کرده. خب اینا رو سعی کنین معنا رو چطور تغییر میده؟ گفت مؤمن دو نوع است، یکی مؤمن حقیقی مثل که ما و شما هستیم، قرآن هم قبول داریم. یکی گفت اینی کافر است یا مؤمن حکمی هستن، حقیقی نیستن، حکمی، در حکم مؤمن هستن. چه قسم؟ گفت اینا با چی آمدن؟ با ویزا و پاسپورت. اینا گفت اهل ذمه هستن، اهل ذمه، معاهد هستن. اینا را گفت ما خود ما خواستیم که بیاین با ما خدمت کنیم، آمد. پس شما باید اینا را احترامش کنیم. حاکم ما را جور میکنه، در حکم مؤمن است، اگر میرم کشتی جای در جهنم. میای جانم خیست، ما گفتم الله استغفر الله. یا میگن یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود نصارا را دوست نگیرین. اون یهودیایی که در دوران پیامبر سلام الف لامش میگه احادیث معهود هم است. این یهودیایی که فعلا است یا خود مردم است. الله گفته الیهود النصارى، اون الف لامش عهدی، اون یهودیا، اون نصرانی. کدام یهود؟ 14 قرن پیش. این یهودیا چطور؟ یا بسیار مردم های خوب. این را غرض نگیرید، کتیا دوستی کنید. این مرض در کی بود؟ در یهودیا، علمای یهود. آل در کی انتقال کرده؟ دینی. این ملام چیزایی میگه توبه. بسیار مثالای زیادم میگه، خب نمیگم خب. ولی ابو هریره رضی الله عنه گفت که ما گفت بعضی گپا را از رسول الله هم شنیدیم، گفت گفتن نمیتونم. اگر بگم گفت این حلقومم بریده میشه. یعنی که گپ بسیار کلان نه، بعضی گپای کوچک. گفت نمیگم. او در ارتباط همی خلفا بود گپ که بعضی خلیفای نااهل میاد، گفت اگه حالا بگویم نکشن مرا. یکی گپ بسیار ضرور است، مسائل عقیدتی و احکام و حلال و حرام است، او را میگی. یکی گپی است که او قدر بیانش مفید نیست، یا او فایده نداره، یا فرض نیست، انسان او را نگوید، تو نیست هر گپ هم بگوید. خب بعضی گپا را کسی هیچ برداشت نداره. حال ما از قرآن سنت بسیار چیزا میفهمیم، ولی بر شما نمیگیم کلشه، به خاطر که شما توانایی هضم این گپا را ندارید. اینجا کسایی هست که توانایی ندارن. خب افتطمعون، آیا شما تم امید دارین ای مومنین ای یؤمنون که ایمان بیارن، یا از برای شما ایمان بیارن، یا درباره که نصارایی که هم پیمان یهود بودن و دوست داشتن که مسلمان شوند. خب این که ایمان بیارن برای شما از جهت دعوت شما مومنین، لکم لاجل دعوتکم، در دینتان داخل شوند، یهود مسلمان شوند. و قد کان فریق، یعنی از اینا امید نکنین، بدون شک بود یک جماعت از اینا یسمعون کلام الله، میشنیدن کلام الله را، میشنیدن علمایشان خوب میفهمیدن، ثم یحرفونه، باز چی میکردن؟ تحریفش میکردن، یغیرونه، مفسرین تغییر میدادن آیات تورات با تبدیل و تعویل. یک تبدیل میکرد در جای دیگه تاویل میکرد.
من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه میفهمیدن و حفظش میکردن. عقل چی؟ درک میکردن. این تو نبود که معنا را نفهمن، خوب معنا را میفهمیدن. و هم یعلمون، در حالی که اینا میفهمیدن که این جرم مرتکب میشن و این خطا و نسیان نیست، یعنی قصدن. خوب میفهمیدن که این جرم جنایت است، موضوع را هم درک میکرد ولی تحریفش میکرد. مثل کامیال این ملانی خوب میفهمن. این صفت کیست؟ یهود است. الله از این صفت ما را نجات بده. به می خاطر الحمدلله ما اینجا ازش کم خود گپ نمیزنیم، بسیار کوشش میکنیم. حزبی که قرآن بیان نمیکنیم، حزبی هم نیستیم الحمدلله. به او به نفع از او به نفع از اینه، آنچه قرآن میگه همون، آنچه قرآن میگه. قرآن یک حزب دوست دارد، خلاص. او کی است؟ الا ان حزب الله هم الغالبون. حزب الله، حزب الله کسی که به قرآن چنگ میزنه، به سنت و به این پابند است. این میست دیگه. احزاب چند حزب نمیشناسه، قرآن به رسمیت نمیشناسه.